رسیدیم به روز 5 چالش و فقط 70 روز دیگه مونده. قسمت سختش تموم شد بالاخره. امروز میخوام راجع به لیسنینگ صحبت کنم. لیسنینگ جزو سریع‌ترین مهارتاییه که میشه نمره‌شو برای آزمون آیلتس بالا برد. پس بهتره دست کم نگیریمش. برنامه به این شکله که روزی 2 تا تست لیسنینگ مخصوص آیلتس میزنم. بعد از اینکه جوابمو تصحیح کردم، یک بار دیگه سعی میکنم قسمتایی که غلط جواب دادمو دوباره گوش کنم. این قسمت واقعا مهمه. علاوه بر این کلماتی که بلد نبودم به چت جی پی تی میدم و معنیشو یاد میگیرم. همه کلماتو داخل ورد نگه میدارم تا مرورشون کنم. من بعد از 10-15 تا تستی که زدم تفاوتش رو احساس کردم. به جز تست زدن، پادکست گوش کردنم خیلی خوبه. بهترینش هم که هممون میدونیم سریای 6 مینوت انگلیشه که از همه بهتره، مخصوصا برای لهجه بریتیش. اینا تنها کاریه که برای لیسنینگ انجام میدم و امیدوارم آخر این چالش تاثیر خوبش رو ببینم. بوس به کلتون.